سلام دوستان، امیدوارم کارتون خوب باشد. جواد هستم و در این ویدیو میخوایم در رابطه با شرکتی صحبت کنیم به نام ویسترا. این شرکت در اصل یک غول بزرگ آمریکایی هستش که در سکتور انرژی در فعالیت میکنه و همونطور که در تصویر میبینید هم این شرکت در اصل انرژی های تجدید پذیر را میگیره به دست ما میرساند، مخصوصا انرژی های خورشیدی و انرژی های بادی را تبدیل میکنه به انرژی های کارآمد یا همون برق که به دست ما میرسد و در کنار همین خدمات فروش برق در قسمت گاز طبیعی، زغال سنگ و همچنین باتری های ذخیره انرژی هم فعالیت دارد. حالا اگر که ما بخوایم در رابطه با جزئیات این شرکت نگاه بکنیم، در قسمت اوورویو این شرکت نگاه بکنیم و بخش مالی این قسمت که اینجا هستش نگاه میکنید، در سال 2022 نت مارجین، خط نارنجی که هستش نگاه میکنید منفی بوده، اما سال 2023 نگاه میکنید 9% نت مارجینش افزایش داشته. کوارتری اگر نگاه بکنید ببینیم که سال 2024 چه خبر بوده، نگاه میکنید سال کوارتر 1 2024 نگاه میکنید تقریبا منفی بوده، منفی 1%، اما در کوارتر 2 سال 2024 نگاه میکنید که 9% مثبت خورده و این میتواند قدم بزرگی باشه برای این شرکت. و همچنین در کنار این داده های مالی که در اینجا هست، اگر بخوایم بریم چارتش را تکنیکالی هم بررسی بکنیم، نگاه میکنید که این شرکت از سال 2017 در نزدک لیست شده و یک حرکت صعودی داشته و بعدش اصلاح داشته. در این اصلاح قیمت آمده فشرده شده و همچنین بعدش به سمت بالا پرتاب شده و اگر نگاه بکنید تقریبا از اینجاها شروع کرده به رشد و اینجاها دقیقا جایی بودش که در دولت بایدن آمدن یک قانونی را تصویب کردن که این قانون به نام کاهش تورم بود. این قانون در سرمایه گذاری در این نوع شرکت ها آمد کمک کرد و نگاه میکنید بعد از او رشد خوبی را شاهد بوده. یعنی اگر که بعد از این قانونی که اینجا تصویب شد، فکر کنم 2019 تصویب شد این قانون، نگاه میکنید 581% رشد داشته در طی 3 الی 4 سال. اوکی، خب الان در حال حاضر ما در یک اصلاح هستیم. اصلاح قیمتی که اینجا میبینید یک ABC را اینجا تشکیل داده بوده و دوباره یک ABC، ما ABC اولش اگر بخوایم نشان بدم اینجا میتونه باشه و بعدش دوباره یک ABC کوچیکی که بعد از این کانال آمده تشکیل شده. از اینجاها ما احتمال رشد را خواهیم داشت. چرا میتونیم احتمال رشد را ببینیم؟ ما در 8 روز بعد در این تاریخ، در تاریخ 18 سپتامبر نگاه میکنیم که احتمال اینکه نرخ بهره در آمریکا کاهش پیدا بکنه وجود داره و این کاهش نرخ بهره میتواند به صعود بازار سهام کمک بکنه. پس ما احتمال این که بتوانیم قیمت‌های بالا را در روی این شرکت ببینیم انتظارش را داریم. پس یک صعود 40% تا این سقف میتونه باشه. اگر برای قیمت‌های خیلی بالاتر و برای طولانی تر میخواید این سهم را داشته باشید، میتونید به راحتی این از همین سهم به اکانت های خودتان تصدیق بکنید ماهانه و همچنین ببینیم که تا کجا میتواند رشد داشته باشد. پس من اگر که اینجا رو من 1 و 2 داشته باشم، در نظر داشته باشم اینجا 1 و 2 باشد، میتونه 3 و 4 و یک 5 دیگه باشه. حالا 5ش تا کجا میتواند صعود بکند را
باز در ویدیوهای بعد در رابطه با همین شرکت آپدیت خواهم کرد. پس اگر که شما هم میخواهید از این آپدیت ها جا نمانید، حتما ما رو فالو داشته باشید، سابسکرایب داشته باشید تا بتونیم در رابطه با شرکت های دیگه ای هم به شما معلومات خودمون را برسانیم. وقتتان خوش.